дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. خوش دوامش دوام ندارد، همش همین. لیکن گفتن لازم که پروردگار آنها را برای 2 گندم نه از خسیسی رانده است، بلکه برای به تو چی نو کرده فهمانم، به خاطر پرینسیپ. به کثافت نفس بد و کنجکاوی اجدادان ما هم از جنت محروم شده ایم، وگرنه حالا در بهشت کیف کرده، خرما و انجیر خورده، در لب جویهای سلقینه که یکی از شیر و دیگری از مربا، شراب، شربت. از دویمی شربت جاری است. شکمی خود را خاریده می خوابیدیم. نه اسکندر، اول اینکه اگر حضرت آدم و حضرت حوا را از جنت نمی راندن، تو هم به دنیا نمی آمدی، چون که در جنت آدم از آدم تولد نمی یابد. در آنجا مرد را از لای، زن را از قبرغه مرد می سازند. همین را هم بدان که مرد را خود خداوند می ساخته است، اما از بس که زن بیزاری گذرا بوده است، ساختن زن را از حضرت جبرائیل می فرموده است. اما از بس که زن بیزاری گذرا بوده است، ساختن زن را به حضرت جبرائیل می فرموده است. این طور باشد خوب شده است که از جنت راندن. از لای بینا شدن به من آنقدر معقول نه. به این هم گاه حس می کنم که یک گوشه میوه بعضی ذات ها هنوز از لای خالی نشده است. خیر، دوام قصه را شنیدن میخواهی یا نه؟ با جان و دل. وقتهای آخر تو چنان معلوماتهای تازه آب نرسیده یافته میگویی که هوش از ترک سرم میکند. باز تو ناشکر را یک بار امام پلیکلینیک گویم قهرت آمده بود. بس کن لقی. گوش انداز. حضرت آدم و حضرت ماما حوا از هم جدا می افتند و در بدل چندین هزار سال هم دیگر را جستجو می کنند. ای بیچاره ها. و نهایت انا در همین کوه به دیدار هم دیگر می رسند. خیلی گرسنه ماندگیستند بیچاره ها. نباشد چی؟ بر روایت 40,000 سال یکدیگر را می جستند. خوب به حوصله بودند. لیکن از غایت گرسنگی هنگام ملاقات برای بوس و کنار هم مدار نداشتگیستند. احتمال میگویند که حضرت آدم خیلی از حال رفته بودند، اما حضرت ماما حوا که از واخوری 8,000 سال پیش یک تمویز یافته خوردند، نظر به شوهرشان بردمتر بودند. مویز را از کجا یافتند؟ اینش را نمیدانم جوره. شاید از کام یگان فرشته دهان یلف دیدگیست. در روایت های مقدس بسیار نکته ها هستند که به فهمش آنها بنده مومن را کنجکاوی نمی زیبد. راست، غیر از این پیغمبر هم فرمودند که بنده مومن را کنجکاوی نمی زیبد. نه، این را خودی پروردگار گفته است. وی در قرآن مجید نویسانده است بنده های مومن از نقطه هایی که اگر آشکار سازمشان ناراحت می شوید هرگز
می پرسید. سعیدی راهبلدی ما قوطی اناناس را در بالای خودچوب جرنگاس زنان از پیشم گذشت و من هم از دنبال همسفرمان به راه افتادم. 6 نفری ما را از خیمه حاجیان یمنی جای دادند. در خیمه 2 جوان تخمیناً 24-26 ساله یمنی با زنهای خود جای گرفته بودند. از میان خیمه تار کشیده نصف آن را با لطه رجامانند پوشیده به حرم تبدیل دادند. یکی از جوانان معلم بوده است و به زبان انگلیسی چلنیمکالا گپ می زده است. هم گپ شده نام و نسب، کس و دیار همدیگر را فهمیدیم. معلم یمنی از حرم خود 1 شده بنیان برآورده داد که بخوریم. اسرافیل آیین همسایگی را رعایت کرده به او 1 قوطیچه حلوای پستگی داد. مدت از پس پرده مناظره 2 زن و 2 شوهر به گوش می رسید. سپس معلم به نیمه سویتی خیمه گذشته قوطیچه حلوا را نشان داد و پرسید چرا در اینجا رسمی سگ را کشیدند؟ به حلوا هنوز دست نرسانیده بودند. از قیافه همسایه‌مان پی برده می شد که او از آرایش ظرفی حلوا چندان خوشنود نیست. این صورتی لایک نام سگ است. نخستین جانوری که به آسمان به کائنات پرواز کرده است. ها لایکا سگی کسمنفت با خروش گفت او و در حالتی که به چهرهش 1 مراق شادی آمیزی کودکانه عکس یافته بود شتابان گوشه پرده را برداشته به حرمش در آمد. هوا دقیقه به دقیقه گرم و دیم شد. ریگ بیابان تفسیده هوری سوزانی می برآورد. از سقف خیمه نیز جریان گرما فرو می ریخت. از رعدیادی نمی‌هایی در آنجا به نوک خانه ها استوار کرده شده تلاوت قرآن شنیده می شد. رادیو خاموش شده بود که یمنی به نزد ما برآمده وظیفه معلمی را اختیاری به عهده بگرفت و حجنامه را با آواز بلند خوانده فرمود که همه از پس او تکرار کنند. همه تکرار می‌کردند. از خیمه های اطراف همین گونه صدای عبادت به گوش می رسید. و عاقبت عمر را هرگز از یاد نبریم توتیوار تکرار می‌کردیم ما و پیوسته در غم ایمان باشیم داد می‌زدیم ما. ثانی از رادیو کسی درباره حج امساله وعظ گفت. معلوم شد که حج امساله حج عادی نه، حج اکبر یعنی حج کبیر بوده است. در هر چند سال همین که سنه 10 ماه ذوالحجه یعنی روز عید قربان به روز جمعه راست آمد حج اکبر می شده است. به اسرافیل گفتم که من در روز عید قربان تولد یافتم. به شرف عید مرا قربان نام دادند. این خبر به جورم تأثیر عجیبی بخشید. او که تا حالا در پهلویم نشسته بود از جا برخاسته از رو برویم به زانو نشست. مدت تبسم کنان به اندامم نگاه کرده ایستاد. سپس نزدیکتر آمده از کتفهایم سخت آغوش کرد و از خیمه برآمده رفت. از ظهورات ناگهانی مهریم الله گرنگ شده ماندم. آی نایب فریاد کردم از پسش.
از سیدان بپرس که امروز خوراک میدهند یا نه. اما او نشنید. بنده سخت گرسنه بودم. آب و عرق سر و رویم را با یک گوشه احرام پاک کرده بیرون برآمدم. اگر اولادان پیغمبر ما را باز چند روز دیگر به انسان پروا کنند، اگر قاعده هر که چالاک بود از غم نان پاک بود، در سر دسترخوان گروهی ما باز یک هفته دیگر حکم رانند، آن دنیایی که ما حالا برای ثواب موقتا مهمانش شده ایم به منزل دائمی امان تبدیل خواهد یافت. در بین خیمه ها راه یافته قدم ماندن مهارت مخصوص طلب می کند. خیمه ها از یکدیگر زیاد باشد به مسافه 2-3 گز راست کرده شدند. در هر یک قدم چند تایی میخ چوبین گفته تناب خیمه ها را روی هم کشیدند، یا از بالای تناب های به هم پیچیده می جهید، یا دست برای سوزان تانیده 4 پایه شده از تگش می گذارید. این کار از مردی یبکه پوش چالاکی و متانت طلب می کند. هر یک یا 2 خیمه طهارت خانه هم دارد. در همان یک کف زمینی خالی مانده بین خیمه ها 4 خوده را راست کرده متاعی را به گردی آن پیچانیدن. برای طهارت و احتیاج دیگر پناهگاه به وجود آمده است که آدم به زور می گنجد. در هوای گرم بوی طهارت خانه ها به اطراف پنج شده به عذاب گرما علاوه می گردد و خدمتی 100 چوبی بالای مرده را ادا می کند. قرآن شریف می گوید که فردا قیامت، یعنی در روز محشر، همه مرده های نو و کهنه از بانگ شیپور حضرت اسرافیل یک قد پریده می خیزند. عذاب و سرسانی و سرگردانی روز محشر چنان فراوان است که برادر برادر را نخواهد شناخت، پدر پسر را و مادر دختر را. اینک باز یک علامت آن دنیا را در سر کوچه می بینم. در آنجا ماشینی سیسترندار قرار گرفته است. از چومک قفای آن به حاجیان آب تقسیم می کنند. صدای دشنام، جرنگاس و تقراسی به هم خوردن ظرفهای تنوکه و میسین به آسمان پیچیده است. تلاش آب در سر حوض کوثر از این زیاد نمی شدگی است. کمینه را به خیمه سرداران دعوت می کنند. کوبی روم چی می گویند؟ ملا قربان مرحمت، کنی دکتر جان از این سو از پیشگاه تر گذارید. از کباب گوسفندهای قربانی چند طبق کشیده آوردند. شما بنده خوشبخت بوده اید جناب، گفت حضرت نریمان. در روزی حج اکبر تولد شده اید. نه نگویید تولد شده اید. باز حج اکبر دیگر در پیشانیتان بوده است. من که به نازکی های سالشماری هجری شمسی و قمری چندان صرفم نمی روم و از این قدر آدم تبرکی بودن خود خبر نداشتم. متحیرانه به اندام همسفران نظر می کردم. همه برابر مرا تبریک و تهنیت می گفتند. حتی در اندام مخصومی مجمجدهان که از همه پیش یک ایلیک کلان سرگوشتی را از طبق برداشته بود و رش و مویلب خود را بر روغن آلوده می خایید، لحظه یک تابش خیرخواهانه دیدم. رحمت، تشکر می گفتم در جواب تبریک ها. تفکر آدمی ذات به طرز عجیب ساخته شده بوده است. یک حکمت را شنیده می پندارد که به معنای آن در حال سرفهم رفته اید، لیکن سالها می گذرد و یک روز می بینید که آن حکمت چند پهلوی دیگری هم داشته است که
کلانتر و با عقلتر شده درک میکنید. دین افیون از گفتنی گپ را هنوز در مکتب 7 ساله از دیوار زل مکتبمان از شعاری بروی الوان دوخته دخترکان خوانده بودم. بعدی چند سالی آن شبهه نداشتم که همه حکمت این 3 کلمه را با تمام تاریخش فهمیدم. حالا میبینم که معنای این گپ تگ ندارد. بس عمر دیدن، جهان را گشتن، حیات رنگارنگی مردم گوناگون را معاینه کردن لازم بوده است تا کس منظره را ببیند که این حکمت را به دنیا آورده است. حالا مرا اکرام الله ها تبریک میکنند، میگویند که بنده خوشبختم. راست میگویند. اگر خوشبختی خود را شناختن، قرض انسانی خود را دانستن و در راه ادای این قرض کوشیدن باشد، من خوشبختم. آدم موافق قانون کل طبیعت به دنیا می آید، از دنیا می رود. آره، فکر مردن، روز از روزها ابدی و به بازگشت از عالم چشم پوشیدن از چیزهایی گوارا نیست. انا همین نکته سبب شده افسانه تسکین بخش آن دنیا را بافته برآوردند. یک روز حیات در پیش هر کس مسئله را چنان میگویند کندلنگ میگذارد که افسانه شیرین را میخواهی یا حقیقت تلخ را. حقیقت تلخ این که به تو فقط 1 عمر دادند. مرد باشی آن را سزاواری نام انسان میگذرانی. 10 20 30 هزار سال مقدم روزگار به نهایت سخت بود. صدها نسل‌های گذشته برای سبک کردن زندگانی خود و حیات تو سهم گذاشتند. هم نفس خود را آرام کردند، هم به تو خدمت نیکی کردند. بله، 10,000 سال قبل از این هم اجدادان به قدر حال خود به تو خدمت میکردند. 100 سال پیش هم در بین میلیون ها مردم آدمانی بودند که عمر خود را، همه قوت و قابلیت خود را برای بهبودی امروزه تو صرف کردند. تو باید هم قرض اولادی، هم وظیفه اجدادی را به جا آوری، هم برای خود بیزهی، هم برای امارت فردا اقلاً خیشت بگذاری. بله، در این عمر بی بازگشت در گذر فریفته افسانه شیرین شدن هم بخت است. دکتر، بسیار خیال میکنه دیگه شما، گفت حاجی عبدالخلیل اکا. ها، به خیال رفتم. من حاضر فکر میکردم که آدمیزاد عجیب مخلوق است که خودش بر ضد خودش خیلی چیزها اختراع کرده است. همش به خواست خدای کریم. لقمه پرتافت یکی از می سفیدان. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 21.